در تاجیکستان در حقیقت امکانی پول کار کردن و ثروتمند شدن هست، از خود انسان بستگی دارد. اما سوالی درست‌تر می‌بود اگر گوییم که تا کدام حد انسان می‌تواند ثروتمند باشد، یعنی به حد میانه یا به حد خیلی بالاتر از این. اصلا از حد میانه بالاتر تنها نفر میتواند باشد که یا به واسطه با نظام بستگی داشته باشد یا اینکه با یگام نفری که در نظام نقش مهم دارد بستگی داشته باشد، چی دوست باشد چی خویش، یا اینکه در کاری تجارت خود همکاری داشته باشد. خب ثروتمندان الوهیده هستند که خویشاوندی ندارند، اما اسباب همکاری با یگام نفر از عملداران یا با نظام به یک سطح مشخص رسیدند، اما به سطح خیلی بالا رسیدن نیست برای اونها خطر دارد و برای همین نه همه کوشش خیلی ثروتمند شدن میکنند. در تاجیکستان شخص میتواند بای شود؟ این سوالی خیلی مشکل است، چون که اگر زندگی حاضره مردم تاجیکستان به نظر گیریم، مردم میانه حال نمیتواند بای شود، لیکن هر اون نفری که مهارت دزدی داشته باشد امکان دارد که او بای میشه، امکانی بای شدنش هست. در زمان استقلالیت تاجیکستان اشخاص زیادی را میدانیم که در تاجیکستان خب به تجارت دست زدند و بای شدند، ثروتمند شدند و در برابر شخصان دارای منطقه هم در روی خط جای گرفتند. اما متاسفانه سرنوشت همه آنها و تقدیر همه آنها یک گونه است. خب مشکلات در زمانی که سرمایه آنها می افزاید، کارخانه هاشون زیاد می شود و تجارتشون وسیع می شود، روی آنها قرار می گیرد. یکی با زنی بسیار زنی، دیگری با اتهام مشکلات با مقامات کشور، سومی با جنایات اقتصادی، چهارمی با تقلب اسناد، پنجمی با مشارکت در احزاب سیاسی و تأسیس یگان حزب دیگر خب گناهکار می شوند و روانه زندان می گردند. و طبیعی است که در تاجیکستان یک قانون، یک سند روی کار آمده است و می آید هم متاسفانه اشخاصی که با جنایات گوناگون بازداشت می شوند، بعدا تمام مال و ملک آنها، حتی مال و ملک فرزندانشان هم مصادره می شود. به نظر شخصی من در تاجیکستان کسی نمی تواند زندگی راحت داشته باشد، به خصوص با اون مهونایی که هستند. البته بعضی ها شاید بگویند که اون کسایی که تجارت دارند شاید زندگیشون راحت تر باشد، ولی تا جای ما مشاهده میکنیم در این اواخر تجارت هم شفاف نیست و سر و صدای در مورد آن تاجران خیلی زیاد است و تاجران یک قسم خیلی کمی جامعه رو تشکیل میدهند و اگر ما مشاهده با تکیه به چی میگویند به زندگی منصبداران بگیریم که حالا آنها یعنی یکی از شخصیت های خیلی دارای کشور نام گرفته می شوند، چی وزیران چی معاونانشان یا چهره های کلیدی در حکومت، من چی میگویند 100% گفته می توانم که هیچ معاش رسمی در تاجیکستان کفایه به آن شرایطی که آنها زندگی میکنند برای آن نیست. اگر شما صاحب کار هستید و بیزنس شما موفق است و اگر از سطح درآمدناکی بیزنس شما از 25-30% زیاد شد، پس این بیزنس یک لقمه بسیار هم خوب می شود برای اونایی که بیزنس تاجیکستان را کنترل می کنند. البته در تاجیکستان باز یک راه دیگری بایشوی هست که این هم باشد به صفی کارمندان دولتی، مقامداران دولتی وارد شدن، چون در تاجیکستان اصلا اونایی که بیزنس میکنند، اونایی که بای هستند، حتما با ساختارهای دولتی یک پیوستگی دارند.